جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال و با درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستید همیشه در پناه الله متعال شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت نیز در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت شما ان شاء الله خواهم بود. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، همینطور هم که میدونین چندین راه تواصل و وسیله تماس با ما را دارین شما بینندگان عزیز، از جمله فرستادن سوال‌ها از طریق پیام‌های صوتی است که بنا گذاشتیم که انشالله امروز نیز از سوال‌های صوتی شما برنامه امروز رو آغاز بکنیم و از کارگردان عزیزم خواهش میکنم که اولین سوال صوتی را که بیننده فرستادن پخش بکنن تا جناب مولانا
شفیق از آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا آقا امان الله گفتن که آیا انسان میتونه پدر و مادر همسر خود را پدر و مادر صدا بزند و همچنین آیا بوسیدن دست آنها جایز است یا نه؟ در این که پدر و مادر همسر مانند پدر و مادر خود انسان محرم حساب می شوند، هیچ گونه اختلافی وجود نداره، یعنی محرم هستند دقیقا مانند پدر و مادر و صدا زدنشون به عنوان مادر یا پدر به عنوان احترام اشکال شرعی ندارد. به عنوان احترام اگر باشد به خاطر یک نوع احترام و تکریمی هست، این از نظر شرعی
اشکالی ندارد. همه میدونند که پدر و مادر واقعی نیستند، این صرفا یک کلمه احترام هست و اگر به طور مثال عمه یا خاله صدا بزنند، عمو صدا بزنند، باز هم از نظر شرعی اولاتر و بهتر هست از این که اونها رو پدر و مادر صدا بزنند. اما اگر پدر و مادر هم صدا زدن صرفا به خاطر احترام نه به خاطر انتصاب، این از نظر شرعی اشکالی رو در واقع نداره. و همچنین بوسیدن دست پدر و مادر جایز هست و هم دست پدر و مادر همسر از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی نداره. زن میتونه که پدر شوهر و مادر شوهرش رو دستشون رو ببوسه و همچنین مرد میتونه که مادر زن و پدر زن خود رو دستشون رو ببوسه. از نظر شرعی محرم هستند و به خاطر احترام و اکرام بوسیدن دستشون هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. آقا فرید گفتن که یک نوع اجاره خونه است که باید 15% از مبلغ ارزش خونه را به صاحب خونه بدین و هر ماه کرایه خانه بدن که اجازه خروج از خونه به عهده خود کسی است که خونه رو اجاره کرده است. و این کار مشکل شرعی داره یا نه؟ از نظر شرعی جایز هست که صاحب خونه رهن بگیرد، یعنی برای این که تضمین بشود که به اصطلاح مستاجر سر وقت حقوقش رو، یعنی کرایه خونه رو پرداخت میکند، یا اینکه ضرر و زیانی به منزل نزند و به صورت بهتری از منزل نگهداری بکند. از نظر شرعی جایز هست که یک چیزی رو صاحب خانه رهن بگیرد، الان یک پول نقدی باشد یا یک کالایی باشد یا هر مورد دیگر، این رو رهن بگیرد پیش خودش نگه دارد تا زمانی که مستاجر از خانه بیرون می رود. اگر ضربه‌ای رو وارد کرده بود یا تأخیر کرده بود در پول آب و برقش یا کرایه نداده بود، می تواند از این مبلغ کم بکند. اما از نظر شرعی برای صاحب خونه جایز نیست که از این مبلغ و از این رهن استفاده بکند. این یک مطلب هست. و مطلب دوم که در صورتی که یک مبلغی رو به عنوان به طور مثال 15% از قیمت ملک رو به عنوان رهن میگذارند و در مقابل یک اجاره معقولی رو میدن، این از نظر شرعی اشکالی ندارد که اجاره همون اجاره اصلی هست، اجاره معقولی هست. اگر اینکه چه رهن بدهد یا رهن ندهد، اجاره خونه همون چیزی هست که مشخصه و در بازار یک نرخ مشخصی رو داره. به خاطر این که طرف رهن گذاشته اجاره خونه بالا پایین نرود، این از نظر شرعی اشکال ندارد، جایز هست که رهن بگذارد و در مقابل در واقع اجاره خونه رو هم پرداخت بکنند. اما این که رهن بگذارد و در مقابل اصلا کرایه خانه پرداخت نکند، یا این که یک کرایه خانه یعنی فقط به صورت یک حیله ناشرعی باشه به خاطر فرار از این که این مورد حرام هست اینو بخوان حلال بکنن، یک مبلغی که اصلا خونه رو به این مبلغ کسی کرایه نمیده، این در واقع یک نوع حیله‌ای هست که از نظر شرعی جایز نیست. و اگر واقعی باشه، یعنی یک رهنی رو بگیرن در مقابل یک کرایه واقعی رو بگیرند، هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز است. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در منطقهشون در افغانستان وقتی کسی فوت میکنه بعد از یک هفته هم برای تسلیت به نزد خانواده میت میرن، یعنی به جای بعد از 3 روز حتی بعد از یک هفته هم میروند. آیا این کار جایزه یا نه؟ از نظر شرعی تسلیت گفتن به صاحب میت یک امر مستحبی هست و یکی از حقوق مسلمانان هست. اگر کسی دچار مصیبتی شد، مسلمانان دیگر با اون باید همدردی بکنند و حداقلش این است که تعزیت بگویند و تسلیتی بگویند به اون طرفی که مصیبتی بر اون وارد شده. اما مراسمی که گرفته می شود به عنوان 1 هفته و 44 ماه و خرجه هایی که در این زمینه می شود و کارهای بدعتی که در این زمینه انجام می گیرد و ختم قرآنی که انجام می دهند و پولی که تقسیم می کنند، اسقاطی که می دهند، اینها از نظر شرعی همشون ناجایز و حرام هست. و تعزیه شرعی روشش این است که حتی با یک تلفن شما می توانید زنگ بزنید، اظهار همدردی بکنید، تعزیت بگویید، برای میت دعا بکنید. اگر نزدیک هستند می توانید که در مسجد دیدید از تعزیت گفتید، اشکالی نداره، تعزیتتون قبول هست و از نظر شرعی دینی رو که برگردن شما هست اون رو ادا کردید. اگر در منزل بود شما هم توانستید برید در منزل اون پیش خودش تعزیت بگید، این از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست. اما مراسم گرفتن
گرفتن و وقت تعیین کردن که 1 هفته باشه، 2 هفته باشه، 44 ماه باشه، مردم هی بروند و بیان به عنوان اینکه تعزیت میکنن، این تعزیتی در واقع نیست و خودش یک مصیبت چه بسا بزرگتر از مصیبت خود فوت عزیزی باشه که کسی از دست داده. این جمع شدن ها و این مراسم گرفتن ها از نظر شرعی اشکال داره و زندگی رو بر مسلمانان سخت میکنن. اما اصل تعزیت گفتن از نظر شرعی مجاز، جایز، الفاظ شرعی دارد، دعای شرعی دارد که شما برای میت دعا بکنید، برای باقی ماندگان و وارثان میت دعا بکنید. اما هر کجا که دیدید، با تلفن باشه، با یک پیام تلفنی باشه، اگر پیام دادید، زنگی زدید یا خودتون رفتید یا پیامی رو با یک فردی فرستادید، در مسجد دیدید، بعد از 3 روز باشه، بعد از 10 روز، هر وقتی که دیدید ملاقات کردید، از نظر شرعی اشکالی ندارد و تعزیه گفتن مباح و جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده باید پرسیدن که زکاتی که به طلای زن تعلق میگیرد، اگر شوهر خودش بخواهد که این زکات را پرداخت بکنه در حالی که زن هم پول دارد، جایز است یا نه؟ بله، در این صورت اشکالی ندارد. وقتی که زن و شوهر با هم دیگر توافق بکنند یا مرد به رضایت خودش میخواد که طلای همسرش رو، زکاتش رو پرداخت بکند با اطلاع خود اون فرد، از نظر شرعی این زکات معتبر هست، یعنی زکات ادا شده و اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. تفاوتی نداره که زن غیر از طلا مال دیگری داشته باشد، پول نقد داشته باشد یا نداشته باشد. اگر شوهر یا هر کسی دیگر بخواد به جای کسی دیگر با علم و اطلاع اون فرد زکاتش رو پرداخت بکند، از نظر شرعی اشکالی نداره و زکات پرداخت می شود. بیننده برای گفتن که خریدن خانه برای زندگی جایز است یا خریدن خانه برای زندگی که قطعا که جایز هست، اما قصد تجارت نداشته باشه. منظورشون این بود که حتما این خونه رو از بانک بگیرند، که شاید برخی فتوا دادند که از بانک میتونند که وام بگیرند یا یک شرکتی دیگری با بانک قراردادی میبندد یا بانک با یک شرکت قرارداد میبندد از یک طرف و از یک طرف دیگر با مشتری قرارداد میبندد و پول این خونه رو بانک پرداخت میکند به شرکت و شما به بانک پرداخت میکنید. این از نظر شرعی اشکال داره، بیعتین فی بیعه هست و ربا محسوب میشود. و در صورتی که صاحب خونه خود بانک باشد و بانک این رو خریده باشد و شما فقط با بانک معامله میکنید، این از نظر شرعی اشکال نداره، جایز هست. اما اینکه 2-3 شرکت در وسط باشند و 2 معامله در وسط در اینجا باشه، بانک یک معامله رو با صاحب اون شرکت و با شرکتی که خانه رو داره یک قرارداد رو در واقع امضا میکنه و یک قراردادی رو با شما امضا میکنه، شما هم از یک طرف با بانک قرارداد امضا میکنی یا از یک طرف با شرکت قرارداد امضا میکنید، این همان بیعتین فی بیعه هست که از نظر شرعی جایز نیست و جزء موارد ربا شمرده می شود. اما در صورتی که خانه ملک بانک باشد، بانک به صورت اقساطی با قیمتی بالاتر به شما میدهد، تفاوتی نداره چه برای سکونت اینو شما بخرید یا برای تجارت بخرید، هر دو مورد جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پولی داشتن که به حد زکات رسیده بوده و 1 سال هم زکات اون را ادا کردن، آیا این 1 سال کافی یا هر سال باید زکات بده؟ زکات هر سال لازم هست. اگر کسی مالی رو دارد و این مال در اختیارش هست و اون رو ذخیره کرده، تفاوتی نداره که طلا باشد یا پول نقد باشد، 85 گرم طلای 24 عیار یا معادل آن پولی باشد که انسان اون رو داشته باشد، به 2 شرط بر آن زکات واجب هست. شرط اول این است که به نصاب شرعی برسد، یعنی معادل 85 گرم طلای 24 عیار برسد، و شرط دومش این است که 1 سال کامل بر آن بگذرد و 1 سال که زکاتش رو دادید، 1 سال دیگر از آن لحظه‌ای که شما زکاتش رو دادید یا زکات 1 سال شده، از آن سال بعدی شروع می شود. 1 سال دیگر که بگذرد دوباره باید زکاتش رو بدهید. تا زمانی که این پول نزد شما هست، هر سال و همه ساله باید زکاتش رو بدید، مگر در صورتی که این پول از مبلغ زکات و نصاب کمتر باشه. از مبلغ نصاب کمتر باشه. امسال این پول رو شما داشتید 100 میلیون بود، الان این پول رو در وسط سال 1 مرتبه زکاتش رو دادید و در وسط سال این رو مصرف کردید و اون باقی مانده پولی که مونده بود، فرض کنیم 10 میلیون باقی مونده بود که به حد نصاب زکات نمیرسه، در این صورت زکاتی بر اون نیست. یا این پولی رو که امسال شما زکاتش رو دادید، در وسط سال بعدی شما اینو تبدیل به فرض کنیم برای خودتون خودروی خریدید یا خونه خریدید یا اینو مصرف کردید، در اون صورت لازم نیست. اما در صورتی که آن
آن پول به اندازه زکات نصاب همچنان باقی هست، همه ساله باید زکاتش رو پرداخت بکنید و زکاتش 2.5% هست که سال به سال باید پرداخت بشود. جزاکم الله خیر. بیان بعدی در مورد فرض و واجب پرسیدن که به خصوص در مورد قضیه واجب گفتن که چیست و آیا واجب از فرض بالاتر است یا نه؟ فرض و واجب اینا از اصطلاحاتی هستند در اصول فقه. از نظر جمهور علما بحث فرض یا واجب یا مکتوب کتب علیکم اینها تمام یک چیزی هستند، این الفاظ مترادفی هستند و یک معنی مشخص و واحدی رو دارند. این نظر جمهور علما و اصولیان اهل سنت و الجماعت هست و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و همچنین یک نقل قولی از امام احمد رحمت الله علیه هم در این زمینه وجود داره که یک تفاوتی رو قائل شدن در میان فرض و در میان واجب. از دیدگاه عموم اصولی ها فرض یا واجب یا مکتوب به یک امری گفته می شود که از جانب شارع بر سبیل الزام صادر شده، یعنی یک امر حتمی و قطعی که از طرف شارع هست، از جانب الله و رسول است که مسلمان حتما باید آن را انجام بدهد. اگر انجام داد مصاب هست، بهش ثواب میرسد و اگر انجام نداد گناهکار هست و مجازات می شود. این تعریف فرض یا واجب هست از دیدگاه عموم علمای اصولی اهل سنت و جماعت. فرض یا واجب یعنی آن چیزی که الله متعال بر ما لازم گردانیده که حتما باید انجام بدهیم، اگر انجام ندادیم گناهکاریم و موجب عقاب دنیوی یا عقاب اخروی می شود. این تعریف فرض هست از دیدگاه عموم اصولی های اهل سنت و جماعت که در باب اصول فقه مطرح شده. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام احمد بنابر روایتی که در این زمینه وجود دارد یک نوع تفاوتی رو قائل شدند که فرض به مواردی گفته می شود که دلیلش یک دلیل قطعی باشد، دلیلش یک دلیل قطعی باشد، و واجب به مواردی گفته می شود که دلیلش یک دلیل ظنی باشد. یعنی با توجه به نوع دلیل خود اسم اون مسئله رو هم تغییر دادند که فرض هست یا واجب هست. مواردی که دلیلش قطعی هست مانند بحث فرض کنیم وجوب نماز هست، وجوب روزه هست، وجوب زکات و بقیه ارکان اسلام هستند. خب اینا دلیلشون قطعی هست، در قرآن وجود داره، هیچ گونه شک و شبهه‌ای و ظن و گمانی در موردشون نیست، یعنی 100% بدون اینکه 0.01% هم در موردشون اختلافی باشه، احتمالی هم که باشه وجود نداره. اینو گفتن این معنیش هست که این فرض هست. اما مواردی رو که با دلیل ظنی ثابت شدند، یعنی با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شدند، اینها رو گفتند که واجب هست. اینا رو در تقسیمات گفتند که واجب هست، یعنی یک درجه از فرض از در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درجهش کمتر هست. یعنی فرضیتش فرض که هست، واجب که هست، لازمی هست، اما در حد فرضیت نماز به طور مثال نیست. و مثال برای واجب در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مانند نماز وتر هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید زیادی رو کردند، یا مانند بحث قربانی هست که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب هست. این به خاطر نوع دلیلشون هست. این دو مورد چون که دلیلش از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، بدین خاطر این جزء موارد ظنی هست و اینو گفتند که واجب هست. اما مواردی که از قرآن و با دلیل قطعی ثابت شده اونو گفتند که فرض هست. اما از نظر واقعی وقتی که نگاه میکنیم این یک اختلاف لفظی هست، یعنی یک اختلاف تنوع از اختلاف تضادی نیست، یعنی تأثیری در احکام شرعی و بر روی فرد مسلمان ندارد. هم از دیدگاه احناف هم از دیدگاه غیر احناف واجب و فرض به اون چیزی گفته می شود که انسان اگر انجام بدهد ثواب دارد و اگر انجام ندهد در واقع شاید گناهی رو مرتکب شده و مستوجب عذاب هست. این از نظر همون گونه که فرض رو باید انجام بدهند، واجب رو هم باید در واقع انجام بدهند. این یک نوع تفاوتی است که با توجه به نوع دلیل هست و اثری رو در زندگی روزمره ما ندارد. به این خاطر این اختلاف یک اختلاف فقهی هست و قول راجح تر در این زمینه این است که فرض و واجب از نظر شرعی هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. وقتی که در قرآن کریم یا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا در اقوال علما موردی اومده که فرض هست، یعنی این که یا واجب هست یا مکتوب هست، یعنی این که بر انسان مسلمان لازم هست که حتما این مورد رو در واقع انجام بدهند. این یک نقطه.
نقطه دیگر این که این اصطلاحاتی که ما در این زمینه داریم که فلان چیز فرض هست، فلان مورد در واقع واجب هست، فلان مورد سنت هست یا مستحب هست یا جزء آداب هست، یا فلان مورد مکروه هست، مکروهش تنزیهی هست یا تحریمی هست یا حرام هست، این موارد اسمایی که و احکام شرعی که صادر می شود، اینها با توجه به نوع دلیل هست و با توجه به اهمیت یک حکمی رو در واقع و یک عملی رو از نظر شرعی ثابت میکنه. انسان مسلمان باید وقتی که میخواد پایبند دین باشد تمامی موارد رو باید مراعات بکند. این هم فرایض را و هم واجبات را و هم مستحبات را و هم سنن را، سننی که مؤکده هستند و غیر مؤکده هستند و بقیه مواردی که جزء آداب هستند، انسان باید سعی بکند که بر همه عمل بکند تا اینکه دینش یک دین در واقع کاملی بشه. اما اگر یک فردی اومد یک سنتی رو ترک کرد یا یک مستحبی رو ترک کرد از نظر شرعی، آیا شما حکم میکنید که فلان فرد گناهکار شده؟ میگه نه، گناهکار نیست. به چه دلیل؟ زیرا که این احکام از نظر شرعی متفاوت هستند. کاری رو که این فرد ترکش کرده در حد فرض یا واجب نبوده، پس بنابراین گناهکار نیست و هیچ گناهی برگردنش باقی نمیماند. اما انسان باید سعی بکند تا جایی که ممکن هست با قطع نظر از این که فلان حکم واجب هست یا فرض هست یا سنت و مستحب هست، تمام احکام شرعی رو باید مراعات بکنند و انجام بدهند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالی پرسیدن که من سوالشون رو اینجوری میپرسم، در جایی که آب وجود دارد برای طهارت، آیا استفاده از سنگ جایز است یا نه؟ با کدام آب است؟ بله. از نظر شرعی تفاوتی در واقع نداره، یعنی هم استفاده از سنگ جایز هست، یعنی در موردی که آب وجود نداشته باشه کسی از سنگ استفاده بکنه یا از موارد دیگر مانند دستمال کاغذی یا موارد دیگر استفاده بکند، یعنی این که طهارتش کامل هست، ولو این که آب استفاده نکند. اگر کسی صرفاً با سنگ و کلوهی خودش رو در بیابان هست خودش رو پاک کرد یا با دستمال کاغذی و مواردی از این قبیل خودش رو پاک کرد و بعد رفت وضو گرفت، یعنی استنجا نکرد، یعنی محل خروج نجاست رو با آب نشست، باز هم وضوش از نظر شرعی درسته، هیچ گونه اشکالی نداره و جایز هست. اما استفاده کردن از آب اولاتر و بهتر هست. اگر یک کسی در بیابان هست مجبور بود که با دستمال کاغذی و مواردی از این قبیل خودش رو پاک بکند و آب هم بود، اولاتر و بهتر این است که هر دوتا رو با هم دیگر استفاده بکند، هم از آب استفاده بکند یا اینکه برای اینکه مطمئن تر باشد. اما اگر کسی از آب تنها استفاده کرد هیچ اشکال شرعی وجود نداره، فضیلت رو در واقع حاصل کرده. و در زمان قدیم چه بسا در جایی که مردم برای قضای حاجت میرفتند آب وجود نداشته، مجبور بودند که از سنگ و کلوخ استفاده بکنند و بعد از این رفتن سر نهری به طور مثال استنجا میکردن. اما الان که این موقعیتی برای استفاده آب برای همه فراهم هست و بهترین طهارت هست، کاملترین طهارت هست و جایی برای شک و وسواس باقی نمیماند، قطعا استفاده کردن از آب اولاتر و بهتر هست. و اصل این طهارت برای این است که انسان پاک بشود و مطمئن باشد که نمازی که بعد از آن میخواند نماز درستی هست، وضوش درست بوده و صحیح است. و وقتی که با آب استفاده بکنه مانند کسانی که در مسجد قبا بودند و الله متعال اونها را ستوده، این اولاتر و بهتر است که با آب استفاده بکنند. و در موردی که استفاده از سنگ مورد یعنی اذیت و آزار مردم میشود، موجب مزاحمت، ایجاد مزاحمت برای مردم میشود، این سنت نیست که انسان اصرار داشته باشه که حتما از سنگ و کلوخ استفاده بکنه. کاری رو که آب میکند دقیقاً همان کاری هست که سنگ و کلوخ انجام میدهد به طریق اولا و بهتر و کاملتر. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی یک نوع از روشی که خودش در نماز انجام میده سوال کردن، گفتن که بخصوص در نماز صبح، گفتن در رکعت اول نماز فجر بعد از خواندن سوره فاتحه ضمن سوره آیه اول بقره را میخواند و بعد از آن 3 آیه آخر بقره را میخواند. آیا این کار درست است یا نه؟ و گفتن اگر این کار را در غیر از نماز انجام بدم بسم الله الرحمن الرحیم و یا اعوذ بالله گفتن میخواهد یا نه؟ در وقتی که انسان تلاوت میکند قرآن را تفاوتی ندارد که از اول سوره باشد یا از جای دیگری باشد، به عنوان تلاوت قبول هست. چه چند آیه باشند، چه به ترتیب باشد یا غیر ترتیب باشد، از مواردی رو که حفظ بخواند از نظر شرعی اشکال ندارد. و همان گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این در واقع کفایت میکند وقتی که در وسط سوره هست و لزومی نیست که بسم الله الرحمن الرحیم را بخواند. و در یک رکعت جایز هست که انسان چند سوره را بخواند.
در یک رکعت جایز است انسان چند سوره رو بخواند و این ثابت از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ابتدا سوره بقره رو خوندند و بعد از آن سوره نساء رو خوندند و دوباره برگشتند و سوره آل عمران رو خوندند. پس بنابراین اگر کسی در هنگام نماز یعنی ترتیب سوره ها رو در یک رکعت مراعات نکرد از نظر شرعی اشکال چندانی نداره، گرچه اولاتر و بهتر این است که به همین ترتیبی که امروزه وجود داره به همین ترتیب بخواند، این اولاتر و بهتر است. اگر خلاف ترتیب خواند باز هم از نظر شرعی اشکالی رو نداره. اما ترتیب یک سوره، این آیات در یک سوره این توقیفی هست، این از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، به خاطر روایتی که در این زمینه از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شد از حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که هرگاه آیه نازل میشد رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور میدادند که این آیه را در فلان جا بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدهید. این ترتیب آیات در سوره ها توقیفی هست، این توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام شده و حضرت جبرئیل علیه السلام در آخرین سالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بودند 2 بار قرآن را به همین ترتیب، یعنی ترتیب آیات رو به همین ترتیبی که امروزه وجود داره این رو در واقع برای رسول الله صلی الله علیه وسلم خواندند و با هم دیگر این رو تکرار کردند. اما ترتیب سوره ها این توقیفی نیست، یعنی ترتیبش از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده و این در واقع اجتهاد اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. پس بنابراین اگر کسی در نماز یعنی سوره ها را بدون ترتیب خوند از نظر شرعی اشکالی نداره، اما باید سعی بکنند که آیات را حتما با ترتیب بخونند. اما اگر کسی در واقع خودش یعنی به اندازه میخواست که نمازش طولانی باشه و یک سوره را به صورت کامل بلد نبود، به طور مثال سوره از بقره را از ابتداش حفظ بود، در وسط حفظ نبود، در آخر حفظ بود، برای اینکه میخواد که نمازش طولانی بشه باز هم اشکال شرعی ندارد، میتواند که از هر جایی که حفظ هست آیاتی رو بخواند. این انشاءالله که ممنوعیت شرعی در این زمینه وجود ندارد و جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که لوازم آرایشی که از خارج میاد وارد کشور میشه ژلاتین دارن، استفاده از آن گناه دارد یا نه؟ مواردی که یعنی ژلاتین هست و که معمولا به عنوان یک سری مواد نگهدارنده از اون استفاده میشه از ژلاتین، این از نظر شرعی استفاده از اونها یعنی اشکال شرعی ندارد و جایز هست. یعنی لوازم آرایشی و مواد آرایشی که ژلاتین حیوانی در اونها وجود داشته باشه، زیرا که اساسا اینها تحلیل میشوند و تغییر ماهیت میدهند، یعنی اون حالت اصلی رو که در قبل از اینکه تبدیل بشود به این ماده جدید این فعلا اون خاصیت رو نداره، نه بوی اون را دارند، نه این که رنگش را دارند و نه طعمش را دارند، بلکه استحاله شده و تبدیل به یک ماده جدید شده و احیانا این موارد با یک سری موارد شیمیایی هم همراه هست که کلا تغییر حالت و ماهیت میدن. این نوع ژلاتین ها رو استفاده کردنش از نظر شرعی جایز هست و اشکالی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. آیا مسافر میتواند امام شود بر غیر بر مقیم؟ بله، مسافر یعنی میتواند امام بشود و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرزندان ابی ملیکه را که اومده بودند در محضن رسول الله صلی الله علیه وسلم، وقتی که میخواستند بازگردند رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشان فرمودند که اذنا و اقیما ولی امکما اکبرکما، وقتی که شما در سفر هستید باز میگردید به شهر خودتون اذان بگویید و اقامه بگویید و یعنی نماز را با جماعت بخوانید و اون کسی که از شما 2 نفر بزرگتر هست اون پیش نماز بشود. نماز جماعت در سفر برای فرد جایز هست، نه که جایز هست بلکه حکم نماز جماعت در سفر دقیقاً همان حکمی هست که در حضر وجود دارد. وقتی که شما چند نفر هستید و در سفر برای شما میسر هست که نماز جماعت را بخوانید این اولاتر و بهتر است، به خاطر کسب ثواب بیشتر که 25 درجه یا 27 درجه هست حتما نماز جماعت را بخونید. و شخص مسافر هم میتواند که امام باشد. بالفرض در یک جایی رفتند، فردی مسافر هست، این اعلم هست و تقوایش بیشتر هست و علم و دانشش بیشتر هست، یا اینکه افرادی که در اونجا هستند مقیم هستند دوست دارند که این فرد امامشون بشود، از نظر شرعی اشکال ندارد این فردی که مسافر هست مقیم بشود و همون نماز سفر را بخواند. فرض کنید نماز عشا هست 4 رکعت رو کامل نخواند، همون 2 رکعت خودش رو بخواند و بقیه مقتدی هایی که مقیم هستند اونا بلند بشوند و 2 رکعت دیگر رو کامل بکنند. هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خیلی وقتا رخ میده که حواسشون نیست و غیبت میکنن، در این حالت چه کار کنن که بخشیده بشه؟
در این شکی وجود نداره که غیبت یکی از گناهان کبیره هست و تعدی به حقوق دیگران هست. در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم تهدید و وعید بسیار زیادی در این زمینه وارد شده و یکی از گناهان کبیره شمرده می شود و انسان باید سعی بکند که در این زمینه حتما مراعات بکند، زیرا که این سبب می شود که شما اون فردی را که غیبتش را می کنید در واقع شما نیکی های خودتان را دو دستی تقدیم کردید به آن فردی که در مجلس شما بدگویی می شود، شما بدگویی می کنید یا راضی هستید که بدگویی بشود و شما نشستید گوش می کنید، یعنی این که شما گوشت برادر مسلمانتان را دارید می خورید و ثوابه ها و کارهای نیکتان را در واقع تقدیم می کنید به اون فرد، زیرا که در روز قیامت تمام حساب و کتاب و حقوقی که انسان ها بر یکدیگر دارند بر اساس و معیار اعمال صالح انسان محاسبه می شود. یعنی اگر کسی در دنیا از شما طلبی داشته باشد و در دنیا شما را معاف نکرده باشد، شما طلبش را پرداخت نکرده باشید، در روز قیامت از اعمال نیک شما برمی‌دارند به اون طرف میدن و اگر شما اعمال نیکی رو نداشته باشید از گناهان اون طرفی که شما غیبتش را کردید در حقش ظلم و تعدی کردید گناهان اون رو برمی‌دارند بر دوش شما در واقع میگذارند و این بسیار سخت و اندوهگین خواهد بود که افراد دیگر به خاطر نماز و روزه‌ای که شما خواندید به بهشت بروند و به خاطر گناهانی که دیگران انجام دادند بر دوش شما انداخته بشوند و شما به جهنم بروید. پس بنابراین انسان باید همیشه این مورد را مراعات بکند و همان گونه که عرض کردم یک گناه هست و گناه کبیره هست و جز حقوق عباد هست و در مورد حقوق عباد توبه کردن به صورت کلی 3 شرط اساسی دارد. این که انسان از گناهی که انجام داده دست بکشد، بر گذشته خودش پشیمان بشود و الان تصمیم و بگیرد و عزمش را جزم بکند که در آینده دوباره این کار را انجام نمیدهد. این به صورت کلی 3 شرط اساسی توبه هستند. یک شرط دیگری توبه دارد که اگر این گناهی که شما انجام دادید در مورد حقوق بندگان هست، حقوق انسانی رو شما ضایع کردی، حتما بعد از اون طرف بروید و معافیت و حلالیت طلب بکنید. رفتید بگید فلانی اگر فتنه بزرگتری ایجاد نمیشد، فلانی ما غیبت تو را کردیم، بدگویی کردیم و الان پشیمان هستین، تو شما را حلال بکن. اگر حلال کرد که فبها و نعمه. اما راه درستش این است که همراه با این که انسان طلب معافی میکند از طرفی که و از فردی که غیبتش را کرده، بهترین است که در کنار طلب معافی بارش دعا بکنیم. در همان جاهایی که رفتیم بدگویی کردیم برویم خوبیش را بیان بکنیم و به مردمی که بدگویی رو شنیدند از ما بریم بگیم ببخشید ما اشتباه کردیم، ما یک حرفی رو که نادرست بوده در مورد برادرمون زدیم، برادر مسلمان ما این گونه نیست. و به جای این که در هر جایی که بدگویی کرده برود از نیکی‌هایش و از خوبی‌هایش تعریف بکند و در کنار این دعا بکند به بارگاه الله متعال که الله متعال پروردگار من گناهی رو انجام دادم در حق برادر مسلمانم، مرا معاف بکن، از گناه من درگذر. و همچنین برای اون کسی که غیبتش را کرده هم دعای مغفرت بکند. در این زمینه روایاتی هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده که برای اون کسی که شما غیبتش را کردید در کنار مواردی که عرض کردم برایش طلب مغفرت و دعای خیر بکنید. ان شاء الله که این دعای خیر شما و طلب مغفرت شما به یک گونه در حد آن غیبتی باشد و گناهی که شما در حقیشان انجام دادید. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی باز سوالشون در مورد ذم سوره از گفتن که هنگام ذم سوره کردن آیا بسم الله الرحمن الرحیم گفتن جایز است یا نه؟ جایز هست، به اتفاق علما این جایز هست و مستحب است که شما بسم الله الرحمن الرحیم رو هم در ابتدای سوره و در ابتدای سوره فاتحه در نماز و هم بعد از سوره فاتحه در ابتدای آغاز سوره دیگری که میخواید بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم بگویید. اما اگر عرض کردم که مستحب هست، اما اگر ترکش کردید هیچ گونه اشکال و گناهی یا نقصی در نماز شما به وجود نمیاد. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیننده گفتن که در جایی که سر کار میکنن زنها هم هستن که مشغول به کار هستن و از نظر شرعی ستر عورت نمیکنن، حجاب را رعایت نمیکنن. کار کردن در این جاها و صحبت کردن یا نگاه کردن به زنها در سر کار چه کنه؟ در جایی که یعنی انسان مجبور هست که یعنی در جایی که محل کارش هست یا
زنها رفت و آمد دارند یا اینکه اساساً زنهای همکارشون هستند، تا جایی که برایشون ممکن هست باید مراعات بکنند. فاتقوا الله ما استطعتم. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقتی که من شما رو دستور دادم یک کاری رو انجام بدید تا حد توان و تا جایی که ممکن هست شما اینو مراعات بکنید. اما اون چیزی که در حد توان شما نیست یا اینکه نمیتوانید مراعات بکنید، از دست شما خارج هست، اون رو الله متعال مؤاخذه نمی کند. اما نگاه با نامحرم، خصوصا نگاهی که همراه با تصور و همراه با نگاه بد باشه، این از نظر شرعی گناه محسوب می شود و انسان باید از این گونه موارد پرهیز بکند. اما نگاهی که ناچار هست و بدون اختیار هست و بدون منظور هست و بدون اراده نگاه فرد به یک فرد به زن دیگر و فرد نامحرم می افتد، اون رو الله متعال مؤاخذه هم نخواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن اهل افغانستان هستن و در تهران زندگی میکنن. گفتن که سوالشون این بود، اینه که در شهری که مسجد وجود ندارد آیا انسان زندگی بکند یا نه به جایی برود که در آنجا مسجد وجود دارد مثل عربستان؟ در جایی که مسجد وجود ندارد از نظر شرعی انسان نماز جماعت از اون ساقط نمی شود. یعنی حتی همسایگانی که هستند یا حتی افرادی که در یک منزل هستند زندگی میکنند، از نظر شرعی اگر که چند نفر هستند میتوانند نماز جماعت بخونند و انشاءالله نماز جماعتشون از نظر شرعی جایز هست و نه اینکه جایز هست بلکه ثواب نماز جماعت را انشاءالله دریافت خواهند کرد. و در جایی که یعنی بقیه احکام و شعائر اسلامی رو انسان میتواند انجام بدهد و مسجدی وجود ندارد که برای اینکه نماز جماعتی خوانده بشود یا مسجد دور هست نمیتواند که به نماز جماعت برود، در این مورد جایز هست که شما در اون شهر زندگی بکنید و در حد توان خودتون، در محله خودتون، در خونه خودتون یا چند نفری که دور بر شما هستند با اونها نماز جماعت رو بخوانید و انشالله که ثواب نماز جماعت هم بهشون خواهد رسید. انشالله. جزاکم الله خیر. و سال بعدی بیننده گفتن که الان نزدیک سال نو هست و خیلی به آنها پول میدهند به عنوان عیدی. آیا گرفتن این پول ها حلال است یا حرام؟ این عیدی نیست و عیدی غیر از عید سید قربان و عید فطر وجود نداره. فقط دو تا عید ما داریم در شریعت اسلامی و اطلاق جشنهای دیگر و مراسم دیگر رو به عنوان عید از نظر شرعی اطلاق این نام بر اونها اشکال شرعی داره و درست نیست و عیدی که ما داریم و شرعی هست صرفا عید قربان و عید فطر هستند. اما به مناسبت های دیگری که وجود داره، به مناسبت بهار یا به مناسبت نوروز یا به مناسبت سال نو میلادی یا شمسی اگر هست، اگر به شما هدیه رو دادن از نظر شرعی جایز هست، می توانید که چون این هدیه رو قبول بکنید. سعی بکنید هدیه ندهید، یعنی به مناسبت این که عید هست و باید هدیه بدهید. اما اگر کسی به شما هدیه داد از طرف خودش برای شما هم جایز هست و می توانید که چون این هدیه رو قبول بکنید. این اشکال شرعی و گناهی برگردن شما نیست. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی پرسیدن که جنین 3 ماهه‌ای داشتن که سقط شده و در بیمارستان، البته که دست خودشون هم نبوده. گفتن که آیا جنین 3 ماهه کفن و دفن داره یا نه؟ اگر که در اختیار خودشون هست این رو در واقع میتوانند که در پارچه‌ای بپیچند و دفنش بکنند و بقیه مراسمی لازم نیست. یعنی نه غسلی لازم هست و نه نماز جنازه‌ای چیزی لازم نیست، صرفا اون رو در پارچه‌ای بپوشانند و اون رو دفنش بکنند. و اگر از طرف بیمارستان این کار رو انجام میدن که باز هیچ اشکالی نداره و اگر انجام ندادن برگردن شما هیچ گونه گناهی و ملامتی برگردن شما نیست. اما چون که جزء آدمی هست، اگر که در اختیار شما قرار دادن اون رو در پارچه‌ای بپیشید، نه به عنوان کفن بلکه در یک پارچه اون رو بپیشید و چون که عضوی از اعضای انسانی هست و جدا شده از بدن انسان هست این رو دفن بکنند. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیننده گفتن که آیا ثواب قرآن خواندن به مرده میرسد یا نه؟ از دیدگاه یعنی قرآن و سنت وقتی که ما نگاه میکنیم به قرآن یا احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین سنت عملی و سیره عملی رسول الله و صحابه، میبینیم که در زمان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و شخصیشان چیزی به عنوان ختم قرآن مرسوم نبوده که برای میت قرآن بخوانند و این رو هدیه بدند یا ایصال ثواب بکنند برای مردگان. و بهترین راه ایصال ثواب
و نفرسانیدن برای مردگان همان چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما تدوین کردند و مشروع قرار دادند. ایشون فرمودند که استغفروا لاخیکم فانه الان یسأل. از ما خواستند که برای مردگان خودمون دعا بکنیم، یا دعای ورود به قبرستان، یا به صورت کلی طلب مغفرت و طلب بخشش برای مردگان از نظر شرعی جایز هست. و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان از دنیا می رود اعمالش قطع می شوند مگر در 3 مورد: علمی که بعد از خودش به جا گذاشته، یا صدقه جاریه‌ای که بعد از خودش به جا گذاشته، یا او ولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکوکار و صالحی که بعد از پدر و مادرش برای پدر و مادرش دعای خیر بکنند. بالاترین موردی که جز ایصال ثواب هست صدقه دادن برای میت، و اولاتر از همه چیز دعای خیر هست برای مردگان، هم از این که پدر و مادر باشند، یا خویش و قوم باشند، یا عموم مسلمانان باشند. اما تلاوت قرآن به عنوان این که ختم قرآن بگیرند، یا سوره فاتحه و سوره حمد را 3 مرتبه بخونند به روح مردگان ببخشند، این از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. و بهتر این است که ما اکتفا بکنیم به همان مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده، و همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردگان دعا می‌کردند. همیشه شبها می‌رفتند وقتی که نوبت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بود، می‌رفتند به زیارت قبرستان بقیع و برای مردگان دعا می‌کردند. در هیچ موردی از این موارد ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردگان فاتحه بخوانند، یا سوره توحید رو 3 مرتبه بخوانند، یا اینکه ختمی بگیرند برای یکی از عزیزان و صحابه که از دنیا رفتند. این از عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. پس بنابراین بهتر است که ما این موارد رو ترک بکنیم. گرچه برخی از علما به خاطر کلیاتی که هست اینو قیاس کردن، بعض موارد دیگر قیاس کردن، بر دعا قیاس میکنند، بر صدقه دادن یا بر حج و عمره اینو قیاس کردن. اما اولاتر و بهتر این است که همان موردی که در زمان رسول الله به عنوان ایصال ثواب بوده ما به همان اکتفا بکنیم، تنها دعا بکنیم، یا عمره بریم برای مردگان خودمون، حجی رو انجام بدهیم، یا اینکه صدقه ای رو بدهیم. اینا بهترین راه برای ایصال ثواب هستند. اما تلاوت قرآن، ختم گرفتن از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای مردگان ثابت نیست. جزاکم الله خیر. از اتاق فرمان خواهش میکنم که پیام صوتی بیننده را پخش بکنن. بله، با عرض سلام. من خانم مجاهد هستم، از شهر مزار شریف تماس شدیم. من میخواستم در تلویزیون صلاح حق بسیار زیاد تشکری کنم. سوال شرعی دارم، این است که شوهر مدت 3 سال است که همراه خانواده خودش گپ نمیزنه و هر کس رو حتی خانوادهش من ملامت میکنه، با وجود ازی که من نمیفهم بین خانواده ما شوهرم چی مشکلات به میان آمده و اونا چی باعث شده که از خانوادهشون جدا شده و به خاطر هر کس من ملامت میکشه. و من همیشه پیش خود خیلی گناهکار احساس میکنم که آیا ما باعث شده باشیم که ناگناهکار بسیانه. اما ما از خداوند خود میخواهیم که یار هدایت بده و آشتی شوند، اما شوهرم در گفت من نمیکنه و ایجا خواستی نمیشه. من میخواستم بگویم که در این باره من خود کدام گناهی ندارم، میشه من در این باره راهنمایی کنن. هر کس صبر کم میزنم، من دیگه چقدر تحمل کنم، با وجود از این صبر میکنم دیگه میخواستم بفهم که چقدر میشه. تشکر میکنم از خواهر گرامی و بفرمایید. ولی در مورد صله رحم و برقرار کردن رابطه خویشاوندی، این یک وظیفه شرعی و یک واجب شرعی هست و خصوصا برای خویشاوندانی که درجه 1 هستند، مانند پدر و مادر و خویشاوندان نزدیک، برادر و خواهر، و خویشاوندانی که در درجه اول ارتباط دارند با انسان. یک وظیفه شرعی هست که باید انسان صله رحم داشته باشد، یعنی ارتباط خانوادگیش را با افراد خانواده و با خویشاوندانش حتما باید مراعات بکند و رفت و آمد داشته باشد، احوال پرسی بکند و با نزدیکان خودش در واقع صله رحم داشته باشد.
و صله رحم یک نوع عبادت و طاعت هست در پیشگاه الله متعال و ثوابی رو دارد، تأثیری رو در خوشبختی انسان دارد، تأثیری رو در گسترده شدن رزق دارد، تأثیر در طولانی شدن عمر دارد. در زمین روایتی هست از حضرت انس رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من احب ان یبسط له فی رزقه و ینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. هر کسی که دوست دارد که رزقش گسترده تر باشد، برکتی در رزقش ایجاد بشود و عمرش طولانی تر بشود، باید صله رحم بکند. این روایت صحیح است از حضرت انس رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری و مسلم که دلالت بر این دارد که صله رحم یعنی ارتباط برقرار کردن با خویشاوندان، هر کسی که نزدیکتر است اولاتر و بهتر، این تأثیر بسیار زیادی را دارد به خاطر ازدیاد رزق. یکی از دروازه های برکت و ازدیاد در رزق هست و همچنین برکت در عمر و ازدیاد در عمر هست و انسان باید قطع نظر از این که چه تأثیری رو در زندگی من داشته باشد، آیا سود و منفعتی رو دارد یا خیر، صرفاً به خاطر این که دستور الله متعال هست باید انسان صله رحم رو انجام بدهد. و گذشته از تمام این موارد این یک گناه هست، این قطع رابطه خویشاوندی یک گناه هست. اگر با پدر و مادر باشد گناهش بیشتر هست و با بقیه خانواده باشد به اندازه نسبتی که با انسان دارند، به هر اندازه که نزدیکتر باشند گناهش بیشتر هست. به هر اندازه این خویشاوند شما به شما احسان کرده باشه مانند پدر و مادر، به همان اندازه قطع رابطه با اون در واقع گناه بزرگتری محسوب می شود. و رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری هست این رو نشانه ایمان قرار دادن و خطاب قرار میدهند مؤمنان را. و رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. هر کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد باید صله رحم بکند، باید به خویشاوندان خودش در واقع رسیدگی بکند، ارتباط برقرار بکند، جویای احوال اونها بشود، در حد تمام به آنها رسیدگی بکند، هدیه بدهد، رفت و آمد بکند با آنها. این یک وظیفه شرعی هست. و جالب این است که این گناه قطع صله، قطع رابطه خویشاوندی یک گناهی هست که بنابر روایتی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده، قبل از این که در قیامت گریبانگیر انسان بشود در دنیا گریبانگیرش خواهد بود. یعنی هیچ گناه دیگری این گونه نیست مانند این گناه قطع رابطه خویشاوندی خصوصا با پدر و مادر که قبل از آخرت الله متعال در دنیا هم اون کسی رو که این کار را انجام داده این بلا در واقع بر سر خودش هم خواهد آمد. و گذشته از این وعید بسیار سخت و سنگینی در این زمین آمده در صحیح بخاری و مسلم و همچنین در سنن ابو داود آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یدخل الجنه قاطع، یا در سنن ترمذی قاطع الرحم، کسی که رابطه خویشاوندیش رو قطع کرده خصوصا با پدر و مادرش چنین فردی وارد بهشت نمی شود. یعنی تا این اندازه این مسئله بسیار مهم و حیاتی هست و تهدید و وعید بسیار سختی هست که انسان باید حتما در فکر این باشد مبادا که مورد لعن و نفرین الله و رسول قرار بگیرد، موجب بیبرکتی در عمرش و در اولادش و در رزقش باشد و نهایتا سبب بشود که الله متعال به خاطر این گناه انسان را به جهنم بیندازد. این یک مطلب دیگر این که هیچ مردی حق ندارد که زن خودش رو از صله رحم کردن با پدر و مادرش منع بکند و هیچ زنی هم حق ندارد که شوهرش رو مانع بشود که به پدر و مادرش سر نزند. این هیچ حق زن و شوهر نیست که همدیگر رو از رفتن پیش خانواده منع بکنند مگر در صورتی که یک محظوریت شرعی وجود داشته باشه. به عنوان مثال پدر و مادری اهل فساد باشند، اگر این برود چه بسا که دچار یک فساد دیگر بشود، این یک مورد جداگانه هست. اما برای صله رحم و دید و بازدید هیچ کسی حق ندارد که همسر خودش را بازدارد. و این خواهری هم که گفتند که من تقصیری رو در این زمینه ندارند، بلکه توصیه میکند و تشویق میکند که شوهرشون با خانواده خودش ارتباط برقرار بکنند. خود این خانم از نظر شرعی هیچ گناهی رو مرتکب نشدند، وظیفهشون امر به معروف هست که الحمدلله این کار رو انجام میدهند و سعی بکنند که به یک صورتی ایشون پیش قدم بشن، به خاطر اینکه دفع اتهام بشه ایشون پیش قدم
جمع بشوند و به یک صورتی شوهرش رو با خانواده شوهرش مرتبط بکنه یا پدر و مادر ایشون رو دعوت بکنه خانه یا برادر و خواهران یا هر کسی رو دیگری رو که یک حلقه وصلی باشند و این یک نوع امر به معروف و نهی از منکر هم خواهد بود، یک وظیفه شرعی هست و یک ثوابی رو و پاداشی رو هم برای ایشون خواهد داشت. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از برنامه بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر